في الأخرى برضواني بادر إلى الحق قبل الموت متبعا هدي الرسول وما في أي قرآن هذا طريق الهدى فاعرف حقائقه ونج نفسك من تيه وعصيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان است و سلام و درود بر بهترین پیامبران و مرسلین، پیامبر ما محمد و آل و اصحابش و کسانی که راهش را در تا روز قیامت طی می‌کنند. بینندگان عزیز در همه جا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگوییم به شما بینندگان عزیز هر کجا که هستید و هر کجا که ما رو میبینید و ما رو مشاهده میکنید. بینندگان عزیز در صفحه کانال صفا، صفحه کانال برهان و صفحه کانال کلمه فارسی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی که این برنامه رو می‌بینید به شما همه خوش آمد میگویم. بینندگان عزیز در این برنامه تازه راه هدایت شما رو خوش آمد میگویم و مهمان همیشگیشون شیخ علامه حسین مؤید. موضوع برنامه همونطوری که میدونید و همونطوری که عادت کردید در واقع جدا ساختن و تفکر اثناعشری که با قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مطابقت ندارد و همچنین با عمل اهل بیت رضی الله تعالی عنهم هم مطابقتی ندارد و همچنین منطبق با اعتقادات و اندیشه های اهل بیت که برش متولد شدن و فوت کردن ندارد. این برنامه به ما باعث افتخار ما می شود و ما افتخار می کنیم به اون چیزی که ما و شیخ بزرگوار که افتخار همه ماست تقدیم می کند. این برنامه به حمدالله در واقع نسبت بینندگانش بسیار بالاست و ما از راه بسیاری از تعلیقات و در واقع سخنانی که در توییتر و فیسبوک میاد متوجه شدیم و همچنین تماس‌های تلفنی که به کانال‌ها از جاهای مختلف میاد. حمد و ثنا از آن الله متعال هست و این در واقع نعمت الهی بر ماست و شیخ بزرگوار در واقع یکی از تأثیرات بزرگ این برنامه این هست که بعضی از مراجع یا بعضی از کسانی که به اونها مرجع گفته می شود یا با مراجع مشابهت دارند، اونها در واقع کسانی که افراد رسانه‌ای هستند در داخل ایران شروع کردند و در مورد این برنامه صحبت می کنند و حقیقت در واقع صحبت هایی کردند و ترجمه شدند. هیچ رد علمی در اونها وجود نداشت بلکه در همه تمسخر بود و سخنانی که در واقع جای تأسف دارد که کلام‌های سخنان خیابانی بودند که ارتباطی با علم شرعی نداشتند. در ابتدا شما شیخ بزرگوار حسین بن عبدالقادر مؤید به شما خوش آمد میگم. خوش اومدید شیخ بزرگوار، شما رو سلام به شما میگم و همچنین به عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن در کانال صفا و کانال برهان و کانال کلمه. سلام میگم به همه بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی و به کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن میگویم بر شما، درود به شما. و علیکم السلام بر شما يا شيخ. سلام بر شما. هي بر شما بدقة معناها ماذا؟ بر بمعنى على السلام هو السلام، شما يعني أنتم، فسلام بر شما هي ترجمة حرفية
لكلمة پس سلام بر عليكم. شما در واقع ترجمه حرفی سلام علیکم. لا ما صح. صحیح نیست که شما بگید سلام جوابها علیکم. أيضا سلام بر شما. سلام بر شما. نعم. بله جوابش این بارك الله هست. فيك، بارك الله. خداوند به شما برکت عنایت بکنه. شيخنا الفاضل شیخ بزرگوار لقاءات سابقة در جلسات گذشته فضيلتكم عن شما در مورد آیه تطهیر صحبت کردید و شاید من اجازه میخوام که بونه بخونم. خداوند عزوجل میفرماید هر کسی از شما تابع خدا و رسول باشه و عمل صالح بکند 2 تا پاداش میدیم و رزق خوبی براش فراهم میکنیم. همسران پیامبر شما مانند سایر زنان نیستید اگر راه تقوا رو در پیش بگیرید پس فروتنانه سخن نگویید، چه بسا کسانی که در قلب خودشون مرض دارن طمع بکنند و سخن زیبا بگویید و در خانه هایتان بمونید و مانند جاهلیت اولا بی‌حجابی نکنید و نماز بخونید، زکات بدید، از خدا و رسول اطاعت بکنید. خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شما رو پاک بگرداند. خداوند عزوجل اگر آیه بعدی رو هم بخونید خوب است و یاد بکنید اونچه که در خانه های شما از آیات الهی و حکمت تلاوت می شود. خداوند نسبت به شما لطیف و خبیر هست، آگاه است. این آیات در مورد همسران نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. در مورد مادران مؤمنان رضی الله تعالی عنهم و امیدواریم که خداوند ما رو اونها رو همه رو شامل رحمتش بگرداند و ما رو جزو کسانی بگرداند که در حق اونها احسان میکنیم و خداوند فرزندان ما رو به گونه‌ای قرار دارد که بعد از مرگ ما هم برای اونها دعای خیر بکنند. از خداوند اینو می‌خواهیم، احسان و در واقع حفظ مقام اونها از بهترین عبادات است، بلکه مقدم بر نیکی و احسان به مادران ما هست. در خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده به عمر رضی الله تعالی عنه حقیقت ایمان کامل نمی شود تا زمانی که پیامبر از مال و جان و همه چیز نزدش محبوب تر نباشد. همچنین همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم کسانی که قرآن کریم اونها رو به عنوان مادران مؤمنان معرفی کرده است، اونها این جایگاه رو دارن به گونه‌ای که اونها رو بر خودمون و خانواده هایمون مقدم میدونیم. خدایا تو را گواه میگیریم که همسران پیامبر مادران مؤمنین نزد ما از مادران ما و دختران ما و همسران ما و از همه خویشاوندان ما محبوبتر هستند. این صرفاً به خاطر ثواب و تقرب به خدا و محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. بار الها ما رو از پیروان اونها رو بگردان، کسانی که از پیامبر به خوبی پیروی میکنند و محبت میورزند و خداوند صاحب عرش عظیم از ما راضی باد به خاطر این کار. و من از خداوند میخواهم که این برنامه رو نزد خودش مقبول بگرداند. اگر خداوند این برنامه رو مورد قبول قرار دهد، قطعا جلوی مردم هم مورد قبول قرار میگیرد و همونطوری که شما فرمیدید اون در واقع سخنانی که در مورد این برنامه به ما میرسد که آمارهایی رو که نقل میکنند که تعداد زیادی این برنامه رو دنبال میکنند، تعداد زیادی از بینندگان، از خداوند میخواهیم که این سخنان دلیل بر این باشند که این برنامه نزد خداوند مورد پذیرش هست و این باعث پذیرش بین مردم شده است. از خداوند اینو میخواهیم. شیخ بزرگوار هنگامی که من این آیه رو تلاوت کردم، آیات همونطوری که هر کسی که کوچکترین شناختی نسبت به زبان عربی داشته باشد میدونه که این آیات در مورد سیاقشون در مورد همسران پیامبر هست. چه توجیهی وجود دارد و چگونه علمای شیعه به این نتیجه میرسند که این تطهیر رو در مورد این 12 امام قرار بدهند، اون کسانی که اونها معتقد به اسمت و امامت اونها هستند، با وجود اینکه آیه عمومی است، آیه درباره زنان و همسران پیامبر هست. خداوند میگوید اهل بیت رو میخواد پاک بکنند. این اهل بیت در
این سیاق و در زبان عربی هست، همونطوری که مخفی نیست ما برای بینندگان صحبت بکنیم، وگرنه شما اساتید ما هستید. یکی دلالت سیاق هست، دلالت سباق هست و دلالت الحاق هست. دلالت سیاق اون تعبیر نفسی هست، دلالت سباق ما قبل هست و الحاق دلالت ما بعدش هست. دلالت سیاق و لحاق و سباق همه دلیل بر این هستند که هدف اولیه این آیات همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و هستند و اگر کسی از اهل بیت وارد بشه ضمن اطلاق عبارت اهل بیت وارد میشه، اما شامل همه نمیشه. کلام عن تخریج دخول غیر نساء النبی و در واقع سخن در مورد اینکه غیر زنان پیامبر خارج میشن در این مورد صحبت خواهیم کرد. طبیعتاً من در جلسات گذشته در مورد استدلال شیعه به این قسمت اونها آیه تطهیر میگن، اما نباید ما نامگذاری اونها رو قبول کنیم، برای اینکه اونها وقتی که این مقطع رو این قسمت رو آیه میگن اونا مبتنی بر مبانی فاسد خودشون در مورد تحریف قرآن این سخن رو میگن و اینکه صحابه جای آیات رو بازی کردند و قرار دادند و این آیه در سوره دهر بوده است که صحابه اون آوردند و اینجا قرار دادند تا جزئی از آیه درباره زنان پیامبر باشد، تا اینونه جلوه بدن که درباره زنان پیامبر است. این ادعای اونهاست، اما این قسمت باید بدونیم که آیه نیست بلکه جز و بخشی از آیه هست. اینها از این قسمت از آیه استدلال کردند بر اسمت اهل بیت و اهل بیت رو ما در جلسات گذشته گفتیم که این عنوان رو اهل بیت رو اونها یک عنوان خاص قرار میدن، یعنی از سیاق آیه کلا خارج میکنن. بله، اونها میگویند این آیه در سوره دهر بوده. وقتی ما رد میکنیم اونها تا اینکه بعضی از بینندگان بفهمن، وقتی ما به اونها میگیم که سیاق آیت دلالتش در مورد همسران پیامبر است، اونها رد میکنن و میگن نه، اینها میگن که ضمن این سیاق نیست. یعنی حکموا علی انفسهم بالکفر. اگر این حرف رو بزنن در واقع خودشون رو کافر دونستن، به خاطر اینکه اعتقاد به تحریف قرآن خروج از اسلام هست و دین هست. وقتی که این حرفی رو بزنن در واقع خودشون حکم کردن که کافر شدن. ما میخواهیم مخاطب قرار بدیم کسانی رو که این نظر رو ندارن و همچنین میخواهیم مخاطب قرار بدیم هر کسی رو که خودش رو خالص کرده به دنبال حقیقت هست، همچنین اهل سنت رو مخاطب قرار بدیم تا اینکه در شبهات اینها واقع نشوند، به خاطر اینکه اهل سنت معتقد به تحریف نیستند و معتقدند که این بخشی از همین آیه است، آنگونه که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده است در این سیاق نازل شده است و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع دستور داده که این آیات به این ترتیب گذاشته شوند. در نتیجه ما ایمان داریم به عنوان اهل سنت و جماعت که ترتیب آیات در قرآن کریم توقیفی است و هرگز کسی باهاش بازی نکرده. این همون ترتیبی است که جبریل امین علیه السلام در عرضه اخیر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرضه کرد، هنگامی که قبل از وفات قرآن بر پیامبر عرضه شد، قبل از اینکه وحی کامل بشه، بعد از اینکه وحی کامل بشه. ما معتقدیم که این ترتیب همون ترتیبی است که در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت و اون عرضه اخیر قرآن بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توسط جبریل بود. بنابر این ترتیب در اینجا ما در مورد دلالت این آیه صحبت میکنیم از دو جهت اساسی. جهت اول، آیا در این آیه دلالت بر اسمت، آیا این آیه دلالت بر اسمت میکند؟ برای این که اونها از این آیه بر اسمت استدلال میکنند و میگویند این آیه دلالت بر معصوم بودن میگوید، به خاطر اینکه خدا میگوید خدا میخواهد پلیدی رو از شما اهل بیت ببره و شما رو کاملا پاک بگرداند. آغازش در واقع اراده از بین بردن پلیدی است و اونا میگن هر امر زشت و پلید و سیئ است، بدی است. بعد از اون این در واقع در پایان آیه اظهار رجس با این سخن تاکید میکند که شما رو به طور کامل پاک بگرداند. اینجا طهارت، در اینجا طهارت کامل و مطلق است از هر پلیدی و طهارت از هر پلیدی و از هر رذیلت به معنی اسمت هست، به خاطر اینکه انسان وقتی که معصوم نباشد
قطعاً في ذنوب وفيها وارد فوائد. گناه میشه و لغزش ها میشود و این گناهان پلیدی هستند و لغزش ها پلیدی هستند و اون چی که مورد ناخشنودی خداوند بشه پلیدی است و وقتی که حکم بکنیم که یک شخص پاک بشه از پلیدی، این به معنی این هست که ایشون معصوم هست و گناه بهش راه پیدا نمیکنه و در وارد خطا و اشتباه نمیشود و نمیلغزد. در نتیجه ما از این جهت صحبت میکنیم. آیا آیه چنین استدلالی میشه از این آیه کرد؟ آیا آیه دلیل بر این هست که اهل بیت از هر پلیدی پاک شدن معنیش این است که معصوم هستند؟ عموما الان صحبت میکنیم به صورت عمومی، سپس به بخش دوم میپردازیم. هدف از اهل بیت چه کسانی هستند؟ آیا هدف از اهل بیت اونگونه که صاحب نظران تشیع مذهبی میگویند یک گروه خاص هستند که علی و فاطمه و حسن و حسین هستند، یا هدف از اهل بیت در این آیه همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند، یا هدف از آیه در اصل همسران پیامبر هستند و علی و فاطمه و حسن و حسین با همسران پیامبر ملحق شدند در این آیه بعد از نازل شدن آیه. در نتیجه اینجا سه تا احتمال وجود داره، بلکه سه تا قول وجود داره. در نتیجه ما از هر دو جهت صحبت میکنیم، از جهت دلالت آیه بر اسمت و بعد دوم چه کسانی هدف از این آیه چه کسانی هستند و در مورد چه کسانی این آیه نازل گردید. اما در مورد بخش اول باید گفت برای اینکه مسئله واضح بشود، طبیعتاً ما میگوییم که این بخش از آیه دلیل بر اسمت نیست و تطهیر در اینجا هدف ازش اسمت نیست. اما برای توضیح این میخواهم بینندگان عزیز، خواهران و برادران عزیز رو که با من یه مقداری دقیق باشند برای اینکه در موقع به مسئله میپردازیم که نیاز به دقت دارد و در واقع درباره فهم مدلول آیه و مفهوم آیه در گذشته بهش پرداخته نشده و من از خود قرآن در این زمینه استفاده میکنم، از چارچوب قرآن بیرون نمیشم و از زبان قرآن بیرون نمیشم. از زبان قرآن استفاده میکنم در شناخت این که تطهیر در این آیه به چه معناست. به همین خاطر بررسی ما و پژوهش ما قرآنی خواهد بود و پژوهش قرآنی در واقع در تمام حالات حجت هست. ما مستند به حدیث معین نمی کنیم که شیعه و سنی در موردش اختلاف باشند که سنی قبول داشته باشند و شیعه قبول نداشته باشند، بلکه من صرفا از قرآن استدلال می کنم. هر کسی میخواد رد بکنه قرآن رو رد بکنه و کسی قرآن رو رد بکنه وضعش مشخص میشه، در واقع وضعیت دیگری خواهد داشت. در نتیجه من از زبان قرآن استفاده می کنم. ببینید برادران و خواهران، ما در قرآن کریم میبینیم که از آغاز قرآن تا پایان در مجمل در کلیات آیات ما میبینیم که دو تا زبان متفاوت در مورد ذکر افراد که در قرآن با یک صفت اومده وارد شده است. یک هنگامی که خداوند میخواهد که متصف بودن فردی رو ذکر بکنه، صفت فردی رو ذکر بکنه، قرآن این صفت رو به صورتی بیان میکنه که تمام شده و متحقق شده، چه در خطاب به اشخاص باشد یا در تعریف این اشخاص و معرفی این اشخاص برای مردم. برای این مثال هایی رو ذکر میکنم. فيما يتصل در مورد انبیاء علیهم السلام خداوند عزوجل گاهی انبیاء رو خودشون مخاطب قرار میده و بار دیگر انبیاء رو معرفی میکند. هنگامی که خداوند صفتی رو ذکر میکنه، صفت رو با صیغه
تحقق ذکر میکنه، یعنی اینکه متحقق شده و تمام شده. تدل على الاستقرار صیغه و الفعلی لفظ بالصفة. به گونه ای هست که یعنی اون التلبس فرد بهذه الصفة این صفت درش وتحقق وجود دارد هذه الصفة و این بالشخص. صفت در شخص متحقق شده است. مثلا به عنوان نمونه في حالات الآيات التي تعرف الأنبياء در حالتهایی که انبیا رو برای مردم معرفی میکند میفرماید الله اصطفى خداوند آدم و نوح برگزیده آدم و نوح و آل ابراهیم رو و آل عمران را بر جهانیان. ذریة بعضها من اینها ذریه‌ای هستند که بعضی از بعضی دیگر هستند و خداوند سمیع و علیم است. این خطاب برای مردم هست. اینجا خداوند آدم و نوح رو مخاطب، آل ابراهیم و آل عمران رو مخاطب قرار نمیده، بلکه مردم رو مخاطب قرار میده و این شخصیت رو برای شخصیت ها رو برایشون معرفی میکنه. به چه صیغه آورد؟ چه زبانی آورد؟ با لغت تحقق، یعنی متحقق شدن. خداوند برگزید، یعنی برگزیدن اتفاق افتاده، حاصل شده و انبیا به این صفت در واقع مزین هستند. پس این شخصیت ها به گزینش الهی، برگزیدن الهی متحقق شده. الشيخ ان كما يسميها النحاة حرف توكيد. این نه اونطوری که نحویان میگن حرف تأکیدی است. تأکید ممکن هست که در نوع دوم هم باشه، نوع دوم خطاب هم باشه، اما چیز مهمی که بنده در اینجا برش تأکید دارم این صیغه تحقق داره که شخص رو میخواد با صیغه‌ای که محقق شده معرفی کنه و بنده ما را ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به خاطر بیار، صاحبان ایدی و ابصار. ما اخلصناهم، اونها رو خالص گرداندیم و اونها نزد ما از مصطفین یعنی برگزیدگان هستند. صیغه تحقق هست. خداوند صحبت میکند از چیزی که متحقق شده، از یک حالت فعلی که برای این شخصیت ها بالفعل اتفاق افتاده. اینها مخلص شدن و اینها از برگزیدگان هستند. مسئله برگزیدن برای اونها تمام شده و متحقق شده. مراد فضيلتكم بالتحقق ان الامر قد فرغ منه. متحقق شدن یعنی در واقع متحقق شده، حاصل شده، واقع شده. ومن يرغب عن ملة ابراهیم، و کسی که از دین ابراهیم رویگردانی بکند مگر کسی که خودش سفیه باشه. ما ابراهیم رو در دنیا برگزیدیم و ایشون در آخرت هم از نیکوکاران هست. صیغه تحقق هست حتی برای آینده هم، و ایشون در آخرت هم هنوز متحقق نشده یعنی قیامت، اما ایشون در آخرت از نیکوکاران هست. یعنی لفظ به صیغه تحقق هست، صفتی است که در ابراهیم و شخص متحقق شده. با این زبان و با این لهجه مطرح میشه، زبان متحقق شدن، واقع شدن، تمام شدن. در آیه دیگر خداوند وقتی که گروهی از انبیا و رسول رو ذکر میکنند میفرماید ما آنها را برگزیدیم و هدایتشون کردیم به سوی راه راست. در اینجا هم فعل ماضی رو ذکر میکنه که دلیل بر این هست که این صفت واقع شده. اجتبا، گزینش متحقق شده است. هدایت کردیم، هدایت در اونها متحقق شده. پس اونها این صفات رو دارند به صورت فعلی و مقام اونها با امت رو معرفی میکنه که این شخصیت ها این صفت ها رو دارند. این صفت ها در واقع هم برای اونها اتفاق افتاده و تموم شده. ابراهیم امتی قانت، فروتن بود، حنیف، یک سو به سوی الله بود، از مشرکین نبود، سپاسگزار نعمتهایش بود. خداوند او را برگزید و هدایت کرد او را به راه راست. متحقق شده هم گزینش و هم هدایت. همچنین خداوند هنگام همه این خطابها خطاب برای مردم هستند. مردم رو، انبیا رو و مقام اونها رو معرفی میکنند. آیاتی وجود دارد که خطاب خداوند به شخصیت های مشخص هست که خود اونها رو خطاب قرار میده.
این شخصیت رو مقام این شخصیت رو نزد خداوند به خودش معرفی میکنه. این هم به سیغه تحقق میگوید. میفرماید ای موسی من تو را بر مردم برگزیدم با رسالات و کلام من، پس اون چرا که به تو میدم بگیر و از سپاسگزاران باش. اینجا خطاب به خود موسی هست، اما وقتی که ایشون رو خبر میده که خداوند شما رو برگزیده با صیغه تحقق که استعفا برای شما واقع شده است و در شما استعفا و گزینش واقع شده است، شما در زمان خطاب از برگزیدگان هستید. این برگزیدگی شامل حال شما شده است. و همچنین در مورد مریم، هنگامی که فرشتگان به مریم گفتند همانا الله متعال شما را برگزید و پاک گردان و برگزید بر سایر زنان جهانیان، خطاب نسبت به مریم هست. ملائکه مریم رو مخاطب قرار میدند، خبر میدند ایشون رو که فلان صفت و فلان مقام رو شما نزد الله دارید و اینها رو به صیغه تحقق و واقعیت فعلی خداوند ذکر میکنند. یعنی ایشون از برگزیدگان هست. این برگزیدگی شامل حال اینها شده است و پاکی شامل حال اینها گردیده است. در نتیجه این زبان و این خطاب در این حالت هست که شخصی که خداوند چیزی را صفت معینی بهش میدهد، اون خبر میدهد که صفت متحقق شده، یعنی این صفت در این شخص واقع شده، متحقق شده. نوع دومی از خطاب وجود داره که اساساً با نوع اول متفاوت هست و این خطاب در نوع دوم در مورد صفتی نمی آید که در شخص متحقق شده است، بلکه در اون چیزی که خداوند می خواهد که متحقق شود. به عنوان مثال در آیات احکام هر کس مریض باشد یا بر سفر باشد می تواند به تأخیر بیاندازد. چرا به تأخیر می افتد؟ میگوید خداوند برای شما آسانی میخواهد. در اینجا آیه صحبت از یسری نمی کند که در شخص متحقق شده، آسانی نمی کند. این حکم مشروع شده، قانونگذاری شده تا اینکه برای شما آسانی بشود. مخاطب، این حکم قانون شده تا برای شما آسانی صورت بگیرد. این هدف آیه هست. یعنی هر کسی از شما مریض بود می تواند که روزه نگیرد در ماه مبارک رمضان و روزه رو به تأخیر بیاندازد و بعد از رمضان قضا بیارد. چرا؟ برای آسانی. وقتی که اینجا خداوند میگوید خداوند برای شما آسانی میخواهد، نه اینکه خداوند از صفتی صحبت میکند که برای شخص متحقق شده، بلکه از چیزی صحبت میکند که خداوند میخواهد برای اون شخص میخواهد. این آیه ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که برای نماز بلند شدید صورتهاشون رو بشورید تا اینکه میآید و آیه تیمم رو ذکر میکنه در هنگام نبودن آب. سپس خداوند میفرماید خداوند برای شما نمیخواهد که دچار حرج بشوید ولی میخواهد شما رو پاک بگرداند. چرا تیمم رو برای شما قرار داده؟ برای این هدف که شما بر طهارت باشید، در عبادت بر پاکی باشید، به این هدف که طهارت شما در آب نباشه. وقتی که آب نبود راهی نباشد برای پاکی، بلکه طریقی برای شما راه دیگری گذاشته تا اینکه پاک بشید برای نمازتون.
ببینید لا يتكلم عن شيء در اینجا خداوند از یک صفت متحققی صحبت نمیکنه که مخاطب باش این صفت رو داشته باشه و میخواد مردم رو معرفی کنه، بلکه خداوند در مورد اراده ربانی صحبت میکند که اقتضاش احکام برای این قانون گذاری شدن برای یک هدف. خداوند این هدف رو، آیه هدف رو ذکر میکنه. خداوند این هدف رو میخواد. وقتی که آیه میآید و میگوید که مادران شما برای شما حرام شدند و سلسله از محرمات رو اسم میگیرد، سپس پایان آیه چی هست؟ میگوید خداوند میخواهد برای شما بیان بکنه و شما را هدایت بکنه به راه گذشتگان. نه، خداوند نمیگه شما هدایت یافته هستید، میگوید خداوند میخواهد شما رو بیان بکنه و شما رو هدایت بکنه. یعنی چرا خداوند حرمت امهات و اخوات و این سری عمه‌ها و اینها رو ذکر کرد؟ چرا؟ برای اینکه به این هدف که شما رو از هدایت یافتگان قرار بدهد و بر شما توبه شما رو بپذیرد. و بعد آیه میگه خداوند میخواهد، اراده میکند که شما رو توبه کنید و خداوند میخواهد بر شما سبک بگیرد. در نتیجه ما در برابر دو تا خطاب متفاوت هستیم. اگر آیه یا این بخش از این آیه که اونها اون آیه تطهیر میگن، اگر هدف ازش بیان اسمت بود، اسمت رو برای کی بیان میکنه خدا؟ خطاب در اینجا برای اهل بیت هست. اگر اهل بیت اساساً معصوم هستند، یعنی اسمت اونها رو، اسمت رو برای کسی بیان میکنه خودش میشناسد، این درست نیست. بیان اسمت برای شخصی که میدونه معصوم هست. در اینجا مقامش رو برای مردم بیان نمیکنه اونطوری که خداوند انتخاب کرد، بلکه خود اهل بیت رو مخاطب قرار میده و نمیخواد خودش رو مقامش رو بگه. در اینجا به صیغه تحقق نمی آید. اگر بحث اسمت می بود، واجب بود که سیاق آیه به این گونه می بود: خداوند از شما اهل بیت پاکی رو، پلیدی رو برد. خداوند از یک چیزی که متحققی صحبت میکنه، نه از چیزی که خداوند میخواهد و به دنبال این هست که متحقق شد تدریجی. اونها مدعی هستند که اسمت از ولادت تا وفات هست. درش ایشون معصوم بوده، در این از وقت ولادت این صفت رو داشته. این خطاب قرآنی مناسبش نیست. وقتی که مراد اسمت باشه از آیه، باید اسمت به عنوان صفتی برای اهل بیت به صیغه تحقق ذکر بشه، مثل ان الله اصطفى، مثل اشتباکم، برگزید، اصطفاکی و طهرکی، برگزید و تو را پاک گردان و تو را پاک گردان. اما در اینجا خداوند نگفته که ان الله اذهب عنکم الرجس، از شما پلیدی رو برده، و نگفته اذهب الله عنکم، از شما پلیدی رو برده. به صفت تطهیر رو و اذهاب الرجس رو به عنوان صفت متحقق در شخص ذکر نکرده. و این لغت و این زبان و این خطاب معنی اسمت رو نمیرسونه. باید خداوند از صفتی صحبت میکرد که فعلا در این شخص موجوده و این شخص متصف به این صفت هست. همونطوری که نبی رو صفت میکنه، میگه برگزیده شدی، اشتباه اتفاق افتاده، تطهیر اتفاق افتاده. در این صفت در پیامبر اتفاق افتاده، چه اون وقتی که برای مردم میخواد معرفی میکنه، یعنی که خداوند میخواد خود پیامبر رو مخاطب قرار بده. برای موسی میگه من شما رو برگزیدم، از صفتی که اتفاق افتاده و در موسی هست و موسی رو اطلاع میده در این مورد. یا از صفتی صحبت میکنه که موجود و متحقق هست و مردم رو اطلاع میده، مقام این مرد رو به مردم معرفی میکنه، به مردم اعلام میکنه. ملخص نظر شما این هست که اون چیزی که شیعه اون آیه تطهیر میگن دلیل بر اسمت نیست و شما یک دلیل رو ذکر کردید، نه همه رو. دلیل رو که شما ذکر کردید این هست که
خطاب ينقسم إلى خطابين. به دو گونه هست. خطاب خطابی است که متحقق شده و خطاب تحقق يكون معناش الأمر این قد هست که قضي امر وتحقق تمام شده و متحقق شده در دنیای أصبح من واقع ضمن هذا في الحالات نعم. ما يريد الله بیان اتصاف این در حالاتی است که خداوند میخواد صفت شخصی رو بیان بکنه، این که خداوند برگزید، یعنی این برگزیدگی متحقق شده است و این انبیا برگزیده هستند، شدند، یعنی خبری از چیزی نیست که در آینده می شود، بلکه یک چیز متحقق است در گذشته. و خطاب دومی وجود دارد که خداوند میخواهد از مردم یا از مخاطبین که تلاش بکنند که به این صفت در آنها متحقق شود، مثل اینکه مثل آیه تطهیر که شما ذکر کردید که من میام شرح میدم. یه سوال، این آیه که خداوند میفرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها پیروی کردند، رضی الله عنهم، و خدا از اونها راضی شد، اونها از الله راضی شدند و برای اونها بهشت‌هایی فراهم کرد که زیر اونها نهر جاری است و همیشه در اونها هست. این فوز بزرگی است. آیا این صیغه تحقق هست، صیغه کاملا متحقق هست، یعنی خداوند از امری صحبت میکنه که در اونها متحقق شده، یعنی رضایت و خوشنودی خداوند برای اونها واقع شد و خداوند برای اونها بهشت فراهم کرده، صیغه تحقق هست. و همچنین و سیجنبها الاتقی، این وعده الهی است که تخلف نمی شود و از جهنم فرد اتقا پرهیز میکنن و این در مورد ابوبکر رضی الله عنه نازل گردید. در نتیجه صیغه تحقق عادتاً خبر از متصف شدن هست و باید با صیغه تحقق باشد. اگر آیه در صدد بیان عصمت می بود و هدف از تطهیر و اذهاب رجس عصمت می بود، این خطاب مناسب نبود مگر که با صیغه تحقق بیاد و غیر از صیغه تحقق با عصمت مناسبت ندارد، همونطوری که غیر صیغه تحقق برای نبوت نیست و برای استعفا مناسب نیست، به خاطر اینکه استعفا و برگزیدگی باید این شخص یا برگزیده باشد یا نباشد. اما اینکه در واقع وسطی بین برگزیدن یا غیر برگزیدن باشد نیست، باید یا برگزیده شده باشد یا نشده باشد. در اینجا خبر دادن با این صفت باید با صیغه تحقق باشد و به همین خاطر درباره برگزیدن انبیا مثل نوح و آل ابراهیم و آل عمران با صیغه تحقق آمده است. استعفا و برگزیدن مریم با صیغه تحقق اومده، طهارت مریم با صیغه تحقق اومده، برگزیده شدن انبیا با صیغه در قرآن با صیغه تحقق اومده، اخلاص اونها و خالص گرداندن اونها با صیغه تحقق اومده. این اون چیزی است که مناسب این هست که متصف به صفت باشد. عصمت به عنوان صفت در شخص معین فقط صیغه تحقق برش مناسب است، به خاطر اینکه این شخص در واقع دو تا فرضیه بیشتر نیست، یا معصوم باشد یا غیر معصوم. اگر معصوم باشد باید سخن در مورد ایشون با صیغه تحقق بیاید، اما آیه به صیغه تحقق نیومده. آیه میگوید خداوند میخواهد که حتی با فعل مضارع اومد، خداوند میخواهد که از شما ببرد و حتی نگفته خداوند میخواهد ذهاب الرجس، لیذهب با صیغه مخاطب آورده. خداوند از صفتی صحبت میکنه که فعلا متحقق نشده، بالفعل متحقق نشده. به این شکل اگر هدف صفت عصمت می بود باید این خطاب یا این لغت مناسب صیغه عصمت نیست. عصمت صفت معینی است که شخص اگر بهش متصف باشه این صفت درش متحقق شده، باید معصوم باشه. اگر خداوند از مقامش خبر بده باید از مقامش به گونه‌ای صحبت بکنه که این صفت رو داره و اگر خداوند خواسته باشه ایشون خبر بده باید به ایشون اطلاع بده در حالی که ایشون متصف به این صفت هست، در حالی که این در آیه اتفاق نیفتاده. آیه با صیغه تحقق نیومده.
بلکه جاء الخطاب آیه يريد در الله بكم اليسر. خطاب دوم خداوند برای شما آسانی میخواهد، ليخفف عنكم. خداوند میخواد برای شما ما سبک يريد الله بگرداند، ليجعل عليكم خداوند نمیخواهد بر شما حرجی باشد، يريد الله خداوند ليطهركم. میخواهد شما رو پاک هذا بکند. الكلام این هذا سخن الكلام اتصاف شخص این سخنی نیست که بگیم شخص متصف به این صفت هست، يدل بلکه على این ذكر سخن الهدف دلیل بر این من میکند که ما الهدف هدف از این هدف یک چیز رو بیان تأجيل میکنه. الصيام إلى بعد چرا رمضان روزه برای بعد از رمضان به تأخیر میفته؟ خداوند میخواد برای شما آسان بگیرد. من هدف تشريع از التيمم تشریع تیمم چیست؟ بدلاً من به جای وضوع وأن لا يجعل این عليكم هست که حرج برای ولا شما ضيق حرجی نباشد و شما رو پاک بکنه و طهارت وجود داشته باشد. نظير أن نقول این أن مانند این هست که ما ما يريد میگوییم الله که ليجعل صیغه‌ای که عليكم خداوند حرج نمیخواد برای شما حرج قرار بده، اما میخواد شما رو پاک بگرداند. یعنی اینکه دلیل بر این هست که مردم پاک هستند و در همه حالات پاک هستند. لا متيمم مطهر لكن هذا حتى بعد ما متيمم يقول له بعد یعنی حتی اگر تیمم نکنید، یعنی وقتی خداوند میخواهد که شما حتی بعد از اینکه شما تیمم نکردید هم شما پاک هستید. این عقلانی نیست، چنین فهمی عقلانی نیست. وانما العقلاء انك بلکه اون چیزی که عقلانی این هست که اگر شما تیمم کردید شما پاک گردید. خداوند برای شما تیمم رو مشروع کرده تا اینکه شما پاک میشید. اگر تیمم کردید شما پاک میشید. هذا ما يدخلنا في شبهه يا شيخ لهم. ما در واقع شبهه‌ای وارد نمی‌کنند. خداوند می‌فرماید ای زنان پیامبر شما مانند سایر زنان نیستید اگر شما راه تقوا رو در پیش بگیرید. ما شرح رو کامل نکردیم. من میخواهم بگویم که اگر این فکر رو بر آیه در واقع تطبیق بدهیم میفهمیم که این آیه در واقع تشریعاتی آورده در مورد همسران پیامبر. این تشریعات و این قوانین ها از همسران پیامبر خواسته شده که به اینها ملتزم باشند، عمل بکنند. بعد آیه بیان میکنه علت از این تشریعات رو بیان میکنه. چرا برای شما این قانون ها وضع شدند برای شما همسران پیامبر؟ تا اینکه شما پاک بمونید. اگر شما به این قوانین ملتزم شدید شما طاهر میشوید، پاک میشوید. این هدف آیه هست. همونطوری که هدف آیه این هست که هر کس ملتزم به تیمم باشد ایشون پاک میشه. اما این تا زمانی که پاک تا تیمم نکرده، چون خدا گفته خدا میخواد پاکت بکنه، این دلیل بر این هست که کسی که تیمم نکنه هم پاک هست. این صحیح نیست. در نتیجه آیه این بخش از آیه وارد شده به عنوان علتی به علت اوامری که به زنان پیامبر سپرده شده. ای زنان پیامبر شما این گونه عمل کنید، این گونه عمل کنید، ایمان کنید، درخواست هایی شده. اگر شما آیه رو مجددا بخونید، آیات رو قبل از این بخش بخونید، خداوند میفرماید ای همسران پیامبر شما مانند سایر پیامبر نیستید اگر شما تقوا رو در پیش بگیرید. این توجیه اول. اگر شما نرم سخن نگویید و سخن حرف خوب بزنید، این در خانه های بمانید، این ستا، و مانند جاهلیت الله بی‌حجابی نکنید، این توجیه چهارم، و نماز بخونید، این حکم پنجم، زکات بدید ششم، از خدا و رسول اطاعت کنید هفتا. این در نتیجه چرا ببینید گویا خداوند میگوید چرا این اوامر رو من متوجه شما میکنم؟ به خاطر اینکه من میخواهم که پلیدی رو از شما دور کنم. به این که شما این احکام رو اجرا بکنید من شما رو پاک میکنم. یعنی شما وقتی که این احکام رو اجرا کردید شما در واقع در حسانت هستید، در واکسینه هستید، یعنی در واقع در حد صلاح و تقوا و ایمان و التزام بسیار بالایی هستید، به گونه‌ای که شما در چیزهای پست و پلیدی واقع نمیشید. در واقع مطهر و پاک هستید از این ذنوب و گناهانی که اتفاق میافتد با التزام. همانطوری که اگر ما با شخص بگوییم اگر شما نماز بخونید، مثلا زکات بخونید، امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید و حج بکنید و از کبائر دوری بکنید و شما در واقع انسان صالحی میشید، عادل میشید، پرهیزگار میشید.
این معناش این هست که این اگر شما این کارها رو اجرا بکنید شما متقی میشید، شما در مرتبه عدالت قرار میگیرید، شما در مرتبه صلاح و رستگاری قرار میگیرید. وقتی آیه میگوید کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن انسان رو صالح قرار میده، این مثل همون هست. این در مورد صفتی صحبت نمیکنه. آیه در مورد صفتی صحبت نمیکنه که موجوده و متحقق شده در فرد، بلکه آیه علت این دستورات، اوامر و نواهی رو ذکر میکنه. اینها چرا هستن؟ چرا من به شما این دستورات میدم و از اینها منع میکنم؟ برای اینکه من برای شما میخواهم که شما طاهر و پاک باشید، که بالای این گناهان باشید، تا اینکه نه اینکه با عصمت الهی بلکه با اجرای این کارها و دستورها. وقتی که شما این کارها رو انجام بدید، در شما این مرتبه متحقق میشد، مرتبه طهارت و پاکی و حسانت و صلاح و رستگاری. این آیه دلیل بر عصمت نیست، نه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نمیتونه دلیل بر عصمت باشه. وضعیت این آیه مثل آیه یرید الله بکم الیسر هست. خداوند میخواد از شما سبک بکند. این آیه خداوند میخواد شما رو پاک بگرداند. خداوند میخواد شما رو پاک بگرداند. این خود مثلا است. اینجا هم خداوند یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند میخواد پلیدی رو از شما ببرد و پاک بکند و اونجا خطاب بر عموم مردم هست. اگر آب نیافتید تیمم کنید از خاک پاک. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میخواد حرج و سختی بر شما قرار نده، ولی خداوند میخواد شما رو پاک بگرداند. آیا این که خداوند میخواد شما رو پاک بکند دلیل بر این هست که تیمم کنندگان معصوم هستند؟ به خاطر اینکه در مورد صفتی که در اونها هست صحبت نمیکنه، بلکه صحبت میکند از چیزی که اگر در اونها متحقق بشه، اگر کار معین رو انجام بدن این در اونها متحقق میشود. اگر این کار صورت بگیرد این صفت متحقق میشود، در بعداً متحقق میشود، نه اینکه در گذشته متحقق شده. در حالی که عصمت باید از گذشته باشد، بلکه این باید معصوم باشه از ولادت یا آغاز امامت. باید این صفت درش متحقق باشد، باید این صفت درش وجود داشته باشد. اما اینکه تحقق یک چیز بر چیز دیگر متحقق باشد، این در واقع در مورد عصمت متحقق پیدا نمی‌شود و سخن عصمت درست نمی‌شود. با این زبان و خطاب عصمت ثابت نمیشه، بلکه باید با یک کلام قطعی بشه. باید اینطوری میگفت لقد اذهب، خداوند از شما برد رجس رو. اگر آیه میگفت که لقد اذهب الله عنکم، از شما برد پلیدی رو، از بین برد، در این صورت صفت متحققی صحبت میکنه. در نتیجه هر پلیدی رو ازش میبرد. در این صورت بر عصمت دلالت میکنه. اما برای بیان صفت متحققی نگفته و با صیغه تحقق صحبت نکرده، بلکه به صیغه تیمموا صعیدا طیبا یرید الله لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک بکنه. با نفس خطاب هست، با نفس زبان هست، با خود اون زبان هست و این دلیل بر تحقق صفت نیست. در نتیجه این در واقع بررسی بنده است. این در واقع بررسی در کتاب ها وجود نداره. این چیزی است که خداوند مرا موفق کرد تا از قرآن بفهمم و آشنایی با زبان قرآن و انس گرفتن با زبان قرآن. این از زبان قرآن ما میبینیم که قرآن هنگامی که صحبت از صفتی صحبت میکنه که موجوده و متحقق هست، یا میخواد برای مردم معرفی کند یا میخواد به خود مخاطب این صفت رو معرفی بکند، به این صفت رو به صیغه تحقق میآورد که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو برگزید بر جهانیان. خداوند اصطفا که تو را برگزید و پاک کرد. موسی تو را برگزیدم. همه با صیغه های قطعی و متحقق شدن هستند. و قرآنی که قرآن از صفتی که وجود نداره و متحققش صحبت میکند، صیغه تحقق استفاده نمیکنه، بلکه لفظی استفاده میکنه که مراد هست، اراده الهی است که متحقق بشود. خداوند میخواهد خود شما رو پاک بکند،
اما با چی شما رو پاک میکنه؟ يتدخل تكوينيا آیا تکوینی دخالت میکنه؟ میخواد شما رو پاک بکنه؟ نه، بلکه میخواهد برای شما قانون و تشریع گذاشته، برای شما تیمم رو قرار داده تا شما بر طهارت باشد. برای شما قانون گذاشته که مادران و فلان و فلان و خاله ها و خواهران رو حرام بکنه. چرا؟ تا اینکه شما بر راه هدایت باشید، هدایت بیابید، در گناه نیفتید، در گمراهی نیفتید. و خداوند میخواد توبه های شما رو بپذیرد، احکام رو برای شما قرار داده تا اینکه توبه و رجوع الهی بر شما متحقق بشود. در نتیجه این خطاب علت، بیان علت یک چیزی است. ثانیاً دلیل بر این هست که این چیز زمانی متحقق می شود که اون قبلی ها متحقق بشود، اون چیزهایی که مشروع و قانون شدند. در اینجا آیه این هست، خداوند از عصمت موجودی در آیه صحبت نمیکنه، بلکه در مورد اراده الهی صحبت می کند که طهارت متحقق می شود و نیفتادن در گناهان زمانی که شما این آموزش ها رو عملی بکنید، از خدا و رسول اطاعت بکنند. یعنی اگر شما از خدا و رسول اطاعت کردید، در نتیجه شما در واقع رجس و پلیدی از شما دور میشه. اگر شما از خدا اطاعت بکنید، شما در امنیت از پلیدی قرار میگیرید. وقتی انسان از پروردگارش اطاعت بکند و در اطاعت پروردگار باشد، در واقع این انسان از گناه دور میشه و فاصله میگیره، پاک میشه از گناه. در نتیجه طاعت الهی ویژگیش این هست که انسان رو در برابر معصیت واکسینه کنه، که انسان رو در برابر معاصی و گناهان واکسینه بکنه. اما این بین معنی نیست که این معصوم هست، به خاطر اینکه عصمت رو ما تعریف رو ذکر کردیم و اون بودی رو که بر خود انسان هست و اون بودی که از دخالت و عنایت ربانی باشه و عصمت انبیا در واقع صرفاً با التزام طاعت انبیا نبوده، بلکه دخالت ربانی در این عصمت وجود داشته. در نتیجه آیه در مورد این قضیه صحبت نمی کند، بلکه از صفتی صحبت نمی کنه. خداوند در شخص ایجاد کرده و خداوند دخالت کرده در این مورد و اینکه متحقق شده در این شخص، از این صحبت نمی کنه، بلکه آیه صحبت می کنه از چیزی که در انسان متحقق می شود وقتی که انسان اون اراده های الهی رو از تطبیق بده و اون چیزی که خدا ازش خواسته اجرا بکنه. کسی که در رمضان در واقع روزه بگیره و مریض هست، در عسر واقع شده، آیا یسر آسانی براش متحقق میشه؟ نه، این خودش رو در سختی انداخته. وقتی روزه بگیره در سفر و گفت من متحمل میشم، ما میگیم آیا یرید الله بکم الیسر، آیا متحقق شده در این یسر آسانی؟ متحقق نشده درش یسر آسانی. برای اینکه یسر آسانی متحقق بشه زمانی که به حکم شرعی عمل بکنه، اگر به رخصت عمل بکنه برای یسر حاصل میشه، اما اگر رخصت رو نپذیرد برایش یسر حاصل نمیشه. این مسئله هم اینون هست. اگر سوال بیاید و بگویند بنابر سخنان شما امر ویژه زنان پیامبر نیست، به خاطر اینکه هر زنی که این کار رو انجام بده، بله، به همین خاطر همسران پیامبر قدوه و الگو هستند، مخاطب قرار دادن به خاطر خصوصیت و جایگاهی که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند. برای تأکید این ویژگی که داشتند و جایگاهی که نزد پیامبر داشتند، خداوند خواسته برای اونها به صورت خصوصی مخاطب قرار بده، به خطاب خاص اونها رو مخاطب قرار بده. و خداوند همچنین میخواهد که اونها در واقع اسوه باشند. به همین خاطر خداوند میگه شما مانند سایر زنان نیستید اگر راه تقوا رو در پیش بگیرید. یعنی زنان پیامبر مانند سایر زنان متقی نیستند. وقتی که تقوا از زنان پیامبر صادر بشه، اونها درجه اونها بالاتر از سایر زنان هست، اونها اسوه هستند برای سایر زنان مؤمنه.
آیات الرضا عن الصحابه رضی الله عنهم. داخل از آیات رضا از صحابه هست. لا يعني العصمة. بله، رضایت به معنی اسمت نیست. رضایت چیزی است و اسمت چیز دیگر. ما اینجا درباره این صحبت میکنیم که این قسمت از آیه دلیل بر اسمت نیست، برای اینکه اگر این قسمتی از آیه در مورد بیان اسمت نازل میشد و اسمت صفت، در حالی که اسمت صفتی در شخص است، باید به صیغه تحقق می اومد، با لفظ تحقق می اومد و چون به این صیغه و به این لفظ تحقق نیومده، بلکه به صیغه اومده که بیان علت هست و معلق شدن هست، یک چیزی معلق بر چیز دیگر هست، این منافات با این دارد که در مورد اسمت باشه. من فکر میکنم این برای بینندگان عزیز بسیار واضح و روشن شد. اما شیخ بزرگوار، شما در ابتدا فرمودید که اون چیزی که در خانه های شما یاد تلاوت می شود ذکر بکنید، اینها رو یاد بکنید. خداوند نسبت به شما لطیف و خبیر هست. در این آیه همچنین این آیه در مورد بعد دوم هست. ما الان درباره مسئله اول صحبت کردیم که آیا این آیه بر اسمت دلالت می‌کند یا خیر، و واضح شد که بر اسمت دلالت ندارد. هدف دوم، اهل بیت در این آیه چه کسانی هستند؟ آیا هدف از اهل بیت در اینها مخصوصا علی و حسن و حسین و فاطمه هستند، یا اینکه هدف همسران پیامبر فقط هستند، یا اینکه در مراد در اصل هدف در اصل همسران پیامبر هستند و به اونها علی و حسن و فاطمه و حسن و حسین ملحق شدند؟ در اینجا ما الان وارد بعد دوم میشیم. من فکر میکنم این یه مقدار طولانی هست. مختصرا ذکر بکنیم و در هفته آینده ذکر بکنیم. اگر خواسته باشیم با هفته دوم بریم وارد نشیم، برای اینکه اختصار چه بسا خلل در بحث وارد بکنه، به این اعتبار که اونها استدلال کردند که این مقطع مختص به علی و فاطمه و حسن و حسین هست رضی الله عنهم اجمعین، و میگن این مقطع مختلف هست از بقیه بخش‌های آیه. بخش‌های دیگر آیه قبلی یا بعدی در موردشون خطاب به نون مؤنث اومده، پس هدف از نون مؤنث همسران پیامبر هستند. اما این بخش درش نون مؤنث نیومده، نگفته انکن با نون مؤنث نیومده که به طهر کنه با نون مؤنث نیومده، بلکه به میم جمع اومده و میم جمع برای مردان هست. میم جمع برای مردان هست. پس وجود میم جمع که برای مذکر هست دلیل بر این هست که این بخش از آیه در خصوص همسران پیامبر نیست. به این خاطر اونها میگویند علی چون با مرد هست، وقتی که مرد و زن با هم باشن در خطاب غالب مرد قرار داده میشه و لفظی آورده میشه که مذکر باشه و هدف مذکر و مؤنث با هم باشن. اما در واقع از باب تقلیب صیغه مذکر آورده میشود. اینها میگن از اونجایی که این بخش با میم مذکر اومده و برای جمع مذکر وارد شده است، معنی این هست که این بخش از آیه جدا است و هدف همسران پیامبر نیست. این شبهه اون است و ما این شبهه رو رد میکنیم با دلایل مختلف. این سخن آمد آیه که یاد بکنید احکامی که گرفته می شود در خصوص این مسئله که ما بررسی میکنیم. ما بینندگان عزیز رو در همه جا وعده میدیم که موضوع هفته آینده انشالله باشد. ابو محمد از سعودی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر فردی غیر مسلمان بیاید و از شیعه بپرسد که پیامبر در 23 سال رسالت رو تبلیغ نکرد، به همین خاطر همه صحابه در واقع نتونست کاری بکنه و ولی که نتوانست همسرش را حمایت بکنه، ولایتش رو تثبیت بکند، و این مهدی که در آخر زمان میاد چگونه در برابر مشک‌ها قرار میگیرد. علیکم السلام. محمد صحبت میکند به زبان شخصی که
به تشیع دعوت شكرا شد. لك أخ محمد. تشکر آقای أبو عبد محمد. الله من السعودية ابو أيضا. عبدالله تفضل از أخ عبد الله. سعودی بفرمایید. السلام عليكم. عليكم السلام سلام ورحمة علیکم. الله. شيخ محمد بارك الله فيك. الشيخ حسين كلام جميل. خداوند به شما برکت بدهد. بأسلوب علمي بحت. شیخ حسین صحبت زیبایی میکنه ولی با خیلی علمی صحبت میکنه. يعني ودنا عوام شیعه شاید نفهمن. لعلهم يعني يفهمون أكثر. اگر سطر رو پایین بیاریم تمام شیعه بفهمند خوب است. الشيخ يقول ابو إن عبدالله شیخ بزرگوار میگوید که إن لغتكم زبان عالية شما جداً. بسیار سطح نخبوية بالایی است و ويتمنى على زبان فضيلة نخبه ها هست و از تخصيص شما هذه آرزو اللغة. داره طبعاً که این هذا زبان رو مقداری مقترح ساده تر وتكلم بگید عن الشيخ و این في الحلقة پیشنهاد السابقة. هست و ولعله شیخ در يكون جلسه الحلقة گذشته صحبت نعم. میکنن. ما در جلسه اول برنامه من صحبت کردم و گفتم که این برنامه انتخاب کردیم که در سطح این باشه که یک تحصیل کرده عادی بفهمد. کسانی که پایینتر از یک تحصیل کرده عادی هستند سخت هست که بفهمند، به خاطر اینکه بحث در این برنامه یک بحث علمی است. بر من شخصا بسیار دشوار هست که در واقع که من به سطحی پایین بیام که پایینتر از یک تحصیل کرده عادی است. اگر اجازه بدید که در آینده در گذشته شاید من کوتاهی کردم، شاید بنده بتونم در شب‌های آینده توقفی بکنیم و اون چیزی که درش دشواری وجود دارد تلاش بکنم که به زبان ساده تر بیان بکنم و شیخ اینها رو تحسین میکنم. با ما سعد از کویت هست. بفرمایید سعد. الدكتور سلام عليكم. دکتر سلام بر شما. سيدي سؤال مباشر وباختصار. من سوال مستقیم دارم. الولاية يعني من الإمامة وأقصد الخلفاء أو الصحابة أو التابعين. شكرا استاذ. وأخيرا يا دكتور أبعد الله من سوال عنا نفهمیدم. وعنكم كل متربص ومؤذي. آمين. خداوند عليكم. همه عوامل اذیت‌آزار رو از ما دور مشاهدنا بکنه. المتابع الاستاذ سعد. استاد سعدی که همیشه ما رو همراهی میکنه. جزاه الله خير. نحن نثني عليه ونشكره. خداوند ما ازش تشکر میکنیم که وسؤاله في همیشه حقيقة سوال الأمر ایشون لغط در حقیقت در واقع یک لمن يريد أن يناقش. شكرا له على طرح هذا السؤال. در واقع معنى من بمبی است ولی بنده متوجه نشدم البته که برای شما عزیزان ترجمه کنم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي شيخنا الفاضل. به شما و شیخ بزرگوار حسین بارك الله فيك. خوش والله أنا آمد. يعني أتمنى يعني من خالق به قلبي والله يكون هناك من يعني آرزو قناة میکنم باسم الشيخ محمد بن که عبد الوهاب، الشيخ که کانالی به اسم شیخ محمد باشه و امیر محمد بن سعود این در واقع بیان بکنه. بسیاری از مردم عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم رو نمیدونند که در قرن چهارم وفات کرد و فتوای در مورد ضلالت اونها چی شده و همین فتوا در باره محمد بن عبدالوهاب و کسی هست و مردم رو تلبیس کردند و این فتوا اینجا اجرا کردند و شكر الله از محمد عبدالوهاب محمد عبدالرحمن چیزی نمیدونن. لفتة طيبة بارك الله فيك. توجه شكرا لك زیبایی أخي است. الكريم. معنا فهد من السعودية. برادر فهد از سعودی. أهلا وسهلا. تفضل أستاذ فهد. استاد فهد بفرمایید. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سلام بر وبركاته. شما. علیکم السلام و رحمت الله و حياكم برکاته. الله. اشهد الله عز وجل سبحانه وتعالى. خداوند رو گواه میگیرم دکتر محمد سعیدی و شیخ معید رو من شما رو دوست دارم. خداوند شما رو مورد تایید قرار بده. خداوند شما رو دوست بدارد. بس هي مداخلة على عجالة مشارکت سریع است. تنوير القلوب والعقول ان شاء الله. امیدواریم که به قلب ها و دل ها برسد. حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. حبیب خدا محمد، خداوند ازش میفرماید من بشری مانند شما هستم. به من وحی می شود که اله شما یک، معبود شما یکی است. از کجا شیعه اومدند و چیزهای اضافه کردند؟ الولي السفيه بالرشاد وبالهذا وهلم جرا. فلذلك بنده متوجه نشدم. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا
شكرا لك. بالنسبة تشکر. للألفاظ وصف ناس بقرد وكذا، در واقع اینکه مردم را با میمون توصیف کردید، این کانال در واقع مسئول ازش نیست و این مشارکتی است گذری که اومد و ما تاییدش نمی‌کنیم. ابو منقذ بفرمایید. تفضل ابو منقذ. برادر ابو منقذ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. كيفك شيخي؟ اهلا وسهلا. حال شما چطور است شیخ؟ الحمدلله بفرمایید. شيخي بالنسبه للعشر شيخ بزرگ. الله يرضى عليكم ما حدا عم يتعرض له ابدا ابدا. كيف ما حدا عم يتعرض له؟ الانبياء والرسل وبعد الرساله وليس قبل الرساله. نعم. در كيف ما مورد حدا يتعرض له؟ اسمت الآن المذهب الشيعي قائم على هذا أستاذي. الآية اللي قبل الأخيرة من سورة الجن إلا من ارتضى من رسوله نعم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. ليعلم ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم. خداوند اونها رو محافظت میکند تا اینکه رسالت الهی رو بشنوند. اسمت انبیا رو ما در جلسات گذشته صحبت کردیم و گفتیم که هدف از اسمت نزد اهل سنت و جماعت چی است و حدود اسمت نزد اهل سنت و جماعت چی است و دلیل بر اسمت چی هست در مدرسه اهل سنت و جماعت. اینو ما در جلسات گذشته ذکر کردیم. لكن هو الأخ يقول برادر میگه در موقع کسی در مورد اسمت صحبت نمیکنه. لا هو يقول ان لا احد يتعرض لهذا، يقول يعني نه ایشون میخواد بگوید که کسی که ليس مطروحا في الساحه. اون چیزی که شما بحث میکنید اصلا وجود نداره. المذهب الشيعي قائم على قضيه الشيعة. معنا الاستاذ علي فضيلة الشيخ. مذهب شیعه قائم بر این هست. استاد علی بر این هست. شیخ از شما اجازه میخواهم. علی از عراق. الله وبركاته. باختصار شديد أسئلتي كالآتي. أولا أود أن من الشيخ الكريم أن يوضح حديث المباهلة، من الذي أخذهم رسول الله للمباهلة، من هم؟ وهل هم أهله؟ هذا الأول. ثانيا في حالة الكساء وعندما قال الرسول للمسلمة أنت على خير، من كان في حالة الكساء؟ ثالثا قال الله عز وجل في القرآن الكريم وخرج منها خائفا يترقب على موسى، هل الخوف معيب على موسى؟ ورابعا إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه بنده متوجه نمیشم که برای شما ترجمه کنم. امیدوارم که دکتر سعیدی صحبت ها رو تکرار بکنه تا اینکه بنده بتونم برای شما بینندگان عزیز تکرار بکنم. داره سوالاتی رو داره مطرح میکنه ولی صدا در گوش من حداقل برای بنده واضح نیست. لا حادثة الغرانيق ليست في البخاري يا أخي. حادثة الغرانيق در بخاری نیست. این سخن بی ارزشی است. حادثه غرانیق در بخاری نیست و ابن تیمیه تصحیح نکرده و این تلبیس بر مردم هست. در تصحیح هم نشد. طبیعتا درباره آیه مباهله موضوع ما نیست. ما در مورد اسمت صحبت میکنیم. آیه مباهله به زودی میاد و ما در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد. اما در مورد حدیث که حدیث کسا که روایت شده است، این همچنین ما هنگامی که در بعد دوم قضیه رو صحبت میکنیم، آیا این آیه خاص زنان پیامبر هست یا خاص به علی، حسن، حسین و فاطمه است یا اینکه شامل همه اینها می شود؟ اینو ما در بعد دوم هست. ما الان بعد اولش صحبت کردیم که آیا این آیه دلیل بر اسمت هست یا نه. نوع دوم که چه کسانی اهل بیت در این آیه هستند، این در واقع بعد دوم هست که این مسئله رو در واقع ما به جلسه آینده انشالله موکول کردیم. برای کی هست؟ عبدالله از سعودی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير يا اخوان، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير بارك الله فيك. حال شما خوبه شيخ؟ عندي طلب من الشيخ او طلبين. الله من درخواست الشيخ دارم. صراحة بالنسبة لي ملفت جدا انه الشيخ الله يحفظه لما كان عمره 21 بلغ رتبة الاجتهاد. يا ريت الشيخ لو يعني ينور بعض ابنائه وطلبة العلم في الاشياء اللي تساعد على هذا. يعني ودنا نستوي 21 طبعا في المذهب الشيعي، طبعا لكن اتكلم بشكل عام عن العلم، كيف ممكن تبلغ رتبة الاجتهاد عمرك 21 شيء عجيب جدا يعني. نعم. معي شيخ؟ نعم. طيب. من متوجه نشدم. سؤال تقول كيف الشيخ بلغ چگونه الشيخ به رتبه اجتهاد رسید در حالی که 21 سال داشتن؟ طيب شيء يعني مبهر صراحة. عمرك 21 من اعطاك من قال لك انه بلغ رتبة الجهاد الامر اخر ودي اسال الشيخ حفظه الله ودي يجيب
إلى أين وصل في ترجمة كتاب منهاج السنة؟ ترجمة كتاب منهاج السنة انتهى أو قريب أو بدأ أو ما بدأ؟ شكر الله لك أخي الكريم. السؤال بالنسبة إلى در مورد این سال اول الوصول إلى رسیدن به رتبه اجتهاد این فضل الهی است قبل از هر چیز، توفیق الهی است قبل از هر چیز، اما اساساً بر دو عنصر تکیه داره. عنصر اول موهبه و زکا و تیزهوشی است و عنصر دوم جدیت و تلاش در طلب علم و تحصیل هست. و الحمدلله از اونجایی که این دو عنصر در بنده وجود داشتن و توفیق الهی هم شامل حال بنده گردید، این اتفاق افتاد. ما طالبان علم رو دعوت میکنم که جدیت داشته باشند در تحصیل و طلب علم و در واقع فقط بر کتاب‌های مختصر و آسان اکتفا نکنند، بلکه متون رو یاد بگیرند. هر چقدر دشوار بودند باید اونها رو یاد بگیرند و بفهمند و جدیت در فرو رفتن و بحث باشند و نه فقط بر معلومات اکتفا بکنند. معلومات مسلم در مورد منهاج سنت. در مورد سوال دوم، طرحی که پیشنهاد شده بود ترجمه منهاج سنت نبود، بلکه در واقع باز نوشت و بازخوانی و نوشتن به شکل جدید منهاج سنت بود. الاخ المخرج محمد من العراق، تفضل. محمد از عراق، بفرمایید. خلاص سكر لا نستقبل مكالمات بغير العربية. ما سخنان غیر عربی رو استقبال نمی کنیم. لا صوت غیر واضح. صدایشون غیر واضح بود. بالفارسی. ایشون می‌خواست به فارسی صحبت بکنه، اما فيها نوع من در واقع مقداری با حساسیت صحبت می‌کرد. ما شاء الله تبارك الله الاسماء متشابهه لا يكون شخص واحد. عبد الله من السعوديه. تفضل يا عبد الله. در واقع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه نحب الشيخ في الله. ما شیخ را به خاطر خدا دوست داریم و ایشون رو تقدیر میکنیم و به شما احترام میگذاریم. سوالی دارم شیخ بزرگوار، آیا شیعی بر اساس تجربه شما آدم معاند و لجبازی است؟ ام صاحب قناعه؟ يعني هل هو معاند ام صاحب قناعه؟ آیا معاندت میکند یا قناعت دارد؟ نکته دوم، شیخی در کانال سوری صحبت میکند. لا ارجو اخ عبد الله، يعني اخ عبد الله، انا اخي عبد الله، اخي عبد الله، برادر عبد الله، اخي عبد الله، اخي عبد الله، اخي عبد الله، انا ارجو ان برادر عبدالله، ما هیچ مسئول هیچ سخنی در کانال دیگر نیستیم. هنگامی که مشارکتی در این برنامه میخواد و میخواد رد بکنید که بررسیش بکنید، چه بسا در بعضی از اوقات جا داشته باشد، حق شماست. اما وقتی که در واقع سخن و مشارکتی در موضوع دیگر در کانال دیگر هست که با موضوع کانال ما متفاوت هست یا موضوعی که ما صحبت میکنم، فکر میکنم که ما کفایت میکنیم به اون چیزی که نزد ما وجود دارد و دخالت نمیکنیم با حدیث دیگر. شیخ بزرگوار 2 دقیقه باقی مونده، اگر بتونید موضوع در این جمع بکنید و پایان برسونید. سخن در مورد این دلالت خداوند هست که خداوند میخواد پلیدی رو از شما اهل بیت دور بکند و شما رو پاک بگرداند. این قسمت از آیه آیا بر اسمت دلالت میکند که صاحب نظران شیعه مذهبی برای امامانشون ادعا میکنند و گفتیم که این قسمت از آیه از 2 جهت قابل بررسی است. جهت اول این هست که آیا این اذهاب رجس در این قسمت و تطهیر در این قسمت از آیه هدف ازش اسمت هست یا نه، و بخش دوم اینی که چه کسانی هدف از اهل بیت چه کسانی است. در این جلسه از قسمت اول درباره قسمت اول صحبت کردیم و گفتیم که اذهاب و بردن پلیدی و رجس در این آیه هدف ازش اسمت نیست،
برای اینکه اسمت به عنوان یک صفتی که شخص بهش متصف هست و بالفعل این صفت رو داره و در شخص وجود دارد، اگر قرآن میخواهد مثل این صفت رو بیان بکند، لغت قرآن در این صفات لغت بیان به صورت متحقق شدن هست. چنانچه درباره صفت برگزیدن در صفت تطهیر برای مریم هست، با صیغه تحقق اومده. اما در اینجا در این قسمت از آیه ذهاب رجس یا از بردن رجس و تطهیر با صیغه یک صفت متحقق در شخصیت مخاطب ذکر نشده در این آیه. در نتیجه این زبان مناسب زبان اسمت نیست، برای اینکه با شبیه خطاب آیات دیگر هست که در مکان بنا در واقع بیان علت و تعلیق اومده و این دلیل بر متصف بودن به صفتی که متحقق باشه در شخص نیست. خداوند به شما جزای خیر بدهد. فضیلت شیخ بن عبدالقادر مؤید علامه مهتدی، خدا از خداوند میخواهیم که ما و ایشون رو بر حق ثابت قدم بنگه دارد و گمراهان مسلمانان رو هدایت بکند و ایشون در این کانال و کانال دیگر نیومده نه مگر برای اینکه هدایت رو به مردم برسونه و اون نتیجه و خیری که بهش رسیده به مردم برسونه. خداوند از طرف ما و از همه کسانی که ازشون استفاده میکنند یا کسی که در واقع بهشون خیر رسونده، خداوند و ما رو هم جزای خیر بدهد و پاداش بدهد و همه ما و مسلمانان رو در رحمتش جمع بکند در بهشت. بینندگان عزیز، در همه جا در کانال صفا و برهان و کانال کلمه فارسی و بینندگان که ما رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند، از شما تشکر می‌کنم همگیتون و تا ملاقات دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا من يريد نجاة في عقيدته ويبتغي